الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که این دعاهایی که بعد از نماز کرده می شود، سه دعا جماعوی، دعا بعد از نماز، دعا بعد از تسبیح، دعا بعد از قرائت و بعضی ها چهارم دعا هم ایواز کردن، جماعوی تسبیح کردن، جماعوی قرآن خواندن، دعا کردن. آیا بدعت است یا از سنت یگان دلیل وجود دارد؟ بارک الله فیکم. البته وقتی که ما به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نظر میکنیم، به حیات رسول الله نظر میکنیم، به حیات صحابگان رسول الله نظر میکنیم، از این عملها هیچ چیزی نمیبینیم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین صحابگان وقتی که به مدینه آمدند نماز رو میخوندند جماعوی. در مکه 3 سال نماز خوندند، در مدینه تا وقتی وفاتشان نماز خوندند. اما یگان مراتبه بعد از نماز تسبیح را چخیلی که امروز اهل بدعت میکنند جماعوی، یک از سبحان الله بگوید، همه سبحان الله بگوید، سبحان الله بعد از تماشدن سبحان الله و بحمده الحمدلله الحمدلله رب العالمین الله اکبر گویان، این چنین تسبیح یگان مراتبه نکردند. یک. دوم، بعد از تسبیح دست جمعی آمین، یک کس دعا میکرد همه آمین میگد، این چنین چیز نکردند. بعد از نماز یگان مراتبه دست جمعی دعا نکردند. بعد از نماز یگان مراتبه قرائت قرآن کرده، بعد از این سبحانك اللهم خونده، بعد از این دعا کرده. از آدم علیه السلام شروع میکنند، آدم، نوح، ادریس، سبحان الله، تمام پیامبرایی که میدونند و تمام اولیایی که میدونند امروز اهل بدعت ذکر میکنند، این چنین عمل رو پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردند. بعد از پیامبر افضل ترینی مرد این امت ابوبکر صدیق، بعد از ابوبکر عمر الفاروق رضی الله عنهم و اینچنین عثمان ذی النورین، علی رضی الله عنهم اجمعین و دیگر از صحابه، یگان نفری از اونها تابعین هم تبع التابعین هم این عمل را انجام ندادند. پس نماز اونها چگونه بود؟ می اومدن نماز فرض رو میخوندند، بعد از اینکه السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله میشد، امام به طرف مردم مینگشت، چرا که این سنت از پیامبر مینگشتند. اما همه موافق سنت خودش دعا میکرد. البته استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منك السلام تباركت ربنا وتعالى ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. چخیلی که پیامبر تعلیم دادن، اللهم لا مانع لما اتيت ولا معطي لما منعت ولا فضل الجد منك الجد. و بعد از این تسبیح 6 نمود وجود دارد، 10 تا و 11 و بعد از این 25 30 25 البته 30 وجود ندارد، 33 و 34 و غیره و غیره، 6 نمود تسبیح. و بعد از این البته قرائت سوره اخلاص موعظتن، اما همه به خودش، همه تنها به تنها الهیده، در حالت الهیدگی، و همه بعد از این دعا میکرد. و البته در بعضی حالت دست رو برداشته دعا کردن هم جایز است، در بعضی حالت دست رو نباید انسان بردارد، یعنی همیشه دست برداشتن هم جایز نیست، چرا که در بعضی حالت انسان میبردارد و در بعضی حالت نمیبردارد و دعا میکنند میروند. بعضی ها پیشتر ذکر کرده میشدند، بعضی ها دیرتر و الهیده میرفتند. این خیلی نیست که مثل امروزه 3 دعا بکنند، همه یک بار برند، همه یک بار درآیند، قرائت بکنند در هر یک نماز، قرائت های مخصوص، در مثلا نماز فجر یاسین رو بعد از نماز قرائت بکنند و غیره که این همه عمل هایی که بعد از نماز امروز مردم میکنند، از 3 دعا و جماعوی دعا کردن، تسبیح، قرائت، این بدعت است و مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و دانید که بدعت حسنه وجود ندارد. هر کسی که میگه این بدعت حسنه است، چخیلی که امام مالک میگند من ابتدع بدعتا یراها حسنه فقط زعم ان محمدا صلی الله علیه و سلم خان الرساله. هر کسی که بدعت بکند، بدعت رو انجام بدهد، در عبادت یگون چیزی نوی رو انجام بدهد و بعد از این گوید که همین بدعت حسنه است، بدعت خوب است، به تحقیق دعوا کرده است که رسول الله خیانت به رسالت کردند. اعوذ بالله من ذلك. این بینات خطرناک است. برای همین این عمل ها رو ما بدعت میگیم، نه از پیش خود بلکه از حیات رسول الله و از حیات صحابگان حجت میگیریم که این چنین عملی وجود نداشت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن، چخیلی که مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت کردن، حدیث متفق علیه است که میگن من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که عمل در دین رو انجام میدهد، در دین یک عملی رو انجام میدهد که وی عمل موافق عملی ما نبود، وی رد است و مردود است. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر کسی که یک چیزی نوی رو پیدا کرد که موافق ما نیست،
این مردود است، این بدعت است. پس بارک الله فیکم، از این عمل ها دست بکشید. و این بدعت است. باید انسان متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را زنده بکند، انقیاد به رسول الله بکند و محبت به رسول الله داشته باشد و عملش عمل موافق سنت باشد اگر نجات بخواهد. بارک الله فیکم.